خب صبح بخیر. همونطور که میبینید داریم چرت و پرتایی که اول صبح انجام بدیم و انجام میدیم. ضد آفتاب به حال سوختم، ولی خب شاید با خودتون بگید که خب چرا داری حرف میزنی، موزیک بذار. بعد بگم که واقعا خوشم نمیاد از کاری روز نره و دوست دارم یه موزیک بذارم که انقدر حوصله سربر باشه که جلو بزنید همش، و ترجیح میدم چرت و پرت بگم. اینجا ساعت 4 صبح و من 6 بار لباسم عوض کردم. میخواستیم بریم پدل بورد. در غیر این صورت اصلا امکانش که ساعت 4 صبح بیدار شم و ضد آفتاب بزنم. اینجا حوله و بیسکویت گذاشتم توی کیفم و هیچ کدوم استفاده نکردم. و بله، در آخر لباس داداشم پوشیدم. جوری عطر رو روی خودمون خالی میکنیم انگار نه انگار قرار بندازنمون توی دریا. اینگو ایشون هم قرار به عنوان فیلم بردار ببریم. البته اینم بگم که آخرش یکی از دوستان فیلم گرفت و ایشون فقط داشت بازی میکرد. اینم بگم که نمیدونم چرا یه جوری رفتار میکرد انگار دارم شکنجش میکنم یا چی. بگذاریم. ساعت 4:40 راه افتادیم سمت ساحل. یا میگم برخورد انسانای اولیه با جلیقه. آقا خلاصه جلیقه ها رو پوشیدیم و منتظر بودیم پدل برد آماده شه همه بیان که بریم دریا. اینجا دیگه خورشید طلوع کرد و ما راه افتادیم. ویوره دیگه، چیزی نمیگم، لذت ببریم. فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک داد و فلک داد و فلک داد. خلاصه داشتیم همینجوری خوش میگذروندیم که یهو بله اسب آورده بودن توی دریا و هیچی نمیگن، فقط ببینید. واقعا یکی از قشنگترین تجربه زندگیم بود و وقتی ویدیو رو میدیدم باورم نمیشد که واقعیه. حالا از اون فضای رویایی که بیایم بیرون دیگه بعد دریا این شکلی میشید. همینقدر کثیف و چسبناک. و بله البته که کثیف و چسبناک بودن و بعدش واقعا ارزششو داره. لذت خوبه، گول ماچه داره کار میکنه. همینطور که ایشون گفتن قراره از این بعد کار کردن ما رو بعد پدل ببینید. 2 عدد پاور بانک، یکی شارژرش، اون یکیش داره شارژ میکنیم، گوشیمون 2% هم. جان؟ بعدن میفهمید. خب ببین وضعیت ما بعد از پدل. بدرون همه بوکتل بی بکنم هر 10 تا. فقط اگه بیبی ما توی این استا بگیم این ولا فقط سرده. میاو تو هسته سیاقی هسته. اینجا تازه اومدم خونه، ساعت 8:40 بود تقریبا و رفتم همون 3 درجه‌ام تیره شدم و بله. و اگه کامل میسوختم مشکل نداشتم، خط افتاده بود کامل. خلاصه من اومدم بخوابم که گوشیم زنگ خورد. دارم میسوزم. اسنپ وایسی الان ساعت 10:53. خدا نگهدار. بچهای پدل بورد زنگ زدن و گفتن که ما میخوایم صبحونه بخوریم، تو هم بیا. حالا کجا؟ توی نوکدیم کجا؟ سلام بهتون نشون میدم. داشتم تلاش میکردم استعدادهای نقاشیمو امتحان کنم و
خیلی خوب نشد ولی خب. ایشون هم یکی از آدمای کولیه که تو نوکدیم باش آشنا شدم و باریستا بود و برامون قهوه درست کرد. در ادامه میبینید. برای اینکه کلاس کار حفظ بشه خب با این آب میریزم برو. نه بچه کلاس کار کنسله، این دستگیره نداره. راجب قهوهش بخوام بگم واقعا بوی خوبی داشت، بوی میوه تازه میداد. البته که به عنوان یه قهوه‌ای که 250 گرمش 5 فاکینگ میلیون تومنه باید بوی خوبی میداد. یه ذره سرد چه بعد بخورید. اینجا سنا راهنمایی میکرد که تو حالت سردش هم بخوریم و من جفتش رو امتحان کردم و من سردش رو بیشتر دوست داشتم چون مزهش بیشتر حس میشد. واقعا قهوه‌ای که میبینی کیلویی 20 تومن هستش. من اون میوه‌ای که قاطیشه برام بفرستید لطفا. خب بریم برای روز دوم. ایشون که میبینید دوست منه که توی ولاگ قبلی اگه دیدینش دیدیدش. جلسه آخر رانندگی با خانم عبیر عالی هیچی بلد نیست. اینجا قبل ال کلاسیکو بود و من در آرامش نشسته بودم که یهو فهمیدم آقای معلم رئالیه. بخری حسرت سگانه فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک از کودکی غم را به من داد، فلک از کودکی غم را به من داد، فلک نگذاشت که من آقا ما بالاخره رسیدیم سالن. مراحل شهلا شدنمون. خب اینجا مامان با یه شامپویی شست که گفت پولکای مو رو فکر کنم باز میکنه یا هرچی. خلاصه این مراحل پروتئین کردن موه. بله 100%. باید ما نیمه چیز باشه نه؟ نیمه خیس. نه چه شگر؟ نمدار. بهمون گفتن که مکس کرده این الان مکس. در حال آماده سازی. اصلا هم نریخت، اصلا هم لیوان سوراخ نبود، نه اصلا هم یک جعبه دستمال کاغذی. شرابمو خانم شما چه آفرین. خب بچه ها ایشون موی هدیل خانوم هستش. ایشون خب به شلاقی شده. بریم بچه ها، ما کارمون تموم شد. موهای هدیل رو پروتئین کردیم، صافش کردیم، الان داریم میریم بام کهتویه. باید بگم که نرفتیم بام کهتویه، این روزا بعدشه و اون موقع رفتیم خونه. This is the bomb of the کهتویه. We are here to eat meat. Human meat. No, I was kidding. YouTube, please don't delete. برامتون همه جای این کبابی عجیب غریب رو کشف کنیم. خب استونگم خیلی جای جالبی بتونیم با هم دیگه پیدا کنیم. ورودیشو که رفتیم داخل یه میز بود، کتاب داشتن و ادکان و اینجور چیزا. بیگانه رو گرفتم خوندمش و خیلی خوب بود. و اینجا شاد و خندان بعد از اینکه کتاب گرفتم اومدم کافه، چون که بابل تی و ماچا داشتن، ماچا و موز. این
شیرموز بود و بابلتی در کل جالب بود به نظرم، ولی من ماچا رو دوست نداشتم. فکر کنم مشخصی چقدر دوستش نداشتم. فعلا تا همینجا کافیه، بقیهش هم ادیت کردم ولی میخوام تا همینجا بذارم که 2 پارت شه، چون ویدیو طولانی میشه اینجوری. که لایک و کامنت و سابسکرایب و از اینجور چیزا. ببینید من کامنت های بوس و قلب و اینجور چیزا نمیخوام، یعنی میخوام ولی خب در کنارش نظر واقعیتون هم بهم بگید، یعنی از نظرتون اشکالای ویدیو چی بود، چیا رو دوست داشتید و اینجور چیزا. خدا